اون روزو یادته؟ روزی که زندگی براکو نجات دادی؟ از اون روز براک خیلی عوض شده. چشاش برق میزنه، شنگول شده، به زندگی برگشته. دیگه تو زندگیش آرزو و انگیزه ای داره و اونم تویی. خلاصه پسر جون، میخوام اینو بهت بگم، خوب گوش کن. به عشق خواهرم جواب بده، دنیا رو به پات میریزم. هر کاری بخوای میکنم، هر کاری بخوای. منم یه خواهر دارم، درکت میکنم، میفهمم، اما تو شأن من نیست به عنوان یه برادر برم برای خواهرم از کسی عشق گدایی کنم. تو شأن تو هم نیست. به جای اینکه بیایی براش شوهر بگیری، بهتره یادش بدی آویزون مردی نشه که دلش میشه کسی دیگه ایه. از ما گفتم بود. منو یعنی براکو رد میکنی؟ درست فهمیدم؟ بله، دقیقاً خانواده بیچمه، دقیقاً همینطوره. قلب من فروشی نیست. که اینطور تو مرسیم بوده؟ خوبه، باباشو پیدا کنیم بیاریم. حالا که دنبال خانواده‌اش میگرده به هم برسن، بعد تماشا کنیم ببینیم چی میشه. گستاخی از سرش بیفته. آژیر قرمز پیش مشاور نرفته؟ مامانم هم داروهاشو چک کرده، میگه ازشون کم نشده. خلاصه دست خودتو میبوسه. موفق باشی. تو کجا؟ دیر نمیم. چه خبرها اصل؟ هیچی. هیچی؟ هیچی. خب حالا که هیچی، پس منم نمیگم با آیاز چه حرفایی زدم. حرف زدین؟ بچه رو یکم ترسوندی؟ منو میگی؟ آره. مگه چی کار کردم؟ کاری نکردی. داراییت، هویتت، اسمت. یعنی کسی تو زندگیش نیست؟ نیست، فقط یکم میترسه. یکم بهش زمان بده. منم یه کار بهش بدم که سطحتون نزدیک بشه، آروم بشه. فقط یه مدت صبر داشته باشه. صبر میکنم، البته که صبر میکنم. هر چقدر جو بگی صبر میکنم داداش. باورم نمیشه. ما دیر کردیم. سلیم هنوز نیومده. چرا؟ شاید هم کاری براش پیش اومده. آیاز چی کار کردی؟ قراره چیکار کنم؟ کاری نکردم. چیه فیروزه؟ برگشته لبخندای بیجا میزنه، برای نزدیک شدن به تو دلقک بازی در میاره. چه معنی داره؟ خیلی چرته. من حرفمو زدم، به زبان خوشم بهش گفتم که یه خورده حد و مرزشو بدونه. همین والا. هر کی باز حد و مرزشو بدونه دیگه. سنگامونو وا کردیم. باور کن همه چی حله. چیه؟ های حساب کتابش، های طراحیاش، هر جور حساب کنی 2-3 هفته زمان میخواد. نمیشه دیگه. اونجوری شما رو بیخ دل هم میبینم داغ میکنم، به جون خود داغ میکنم. خب پس چی کار کنیم؟ طبقه دومو بگیری؟ والا اونجا سوء تفاهم شد. خب هر چیزی تاوانی داره. خب چطوری میخوای بری؟ اگه تو هم باشی میتونم. پس بیا بریم.
یا خدا، چطوره؟ فیروزه زیاد نریم اونور. باید منظره رو ببینی. همدن این کارو میکنی؟ این کار توه، بالاخره مجبور میشی تجربهش کنی. بیا بسپرش به من. آیاز، آیاز خوبی؟ من 5-6 سالم بود که یه کارو کرده بودم، اما یادم نیست چی کار کردم. اونم از یه چیزی عصبانی بود. بابام، اما نمیدونم از چی عصبانی بود. اومد از مچ پام منو گرفت و با دو دستش از بالکن کله پام کرد و آویزونم کرد. اما ما طبقه دوم زندگی میکردیم. خب هر چیز یادم بالا نبود، اما من ترسیدم. معذرت میخوام نمیدونستم. معذرت میخوام. تو نباید عذرخواهی کنی فیروزه. سعی میکنم. مطمئنی؟ اوه، آزادی قشنگه. موفق شدی. به کمک تو عزیزم، به کمک تو. وای، فیروزه بس. آیاز، یکم بایستیم، خیس آب شدم. مگه گذاشتی خیس نشیم؟ از دست تو. چی کار میکنی؟ آیاز چی کار میکنی؟ بیا بیا بیا.
بیا دیگه. چی کار میکنی؟ Garip bir yolcu gurbet ellerde gezerken seninle karşılaşmıştık. Bakışın kor gibi beni yakarken ikimiz öylece donup kalmıştık. Beklenmeyen misafirdin. İnan sen benim gönlümce böylesine tatmamıştım. Ah, mutluluğu ömrümce. Beklenmeyen misafirdin. İnan sen benim gönlümce böylesine tatmamıştım mutluluğu ömrümce. فیروزه داری میلرزی. داری میلرزی. بیا بریم سقف پیدا کنیم. فیروزه باید بریم زیر سقف. کسی اینجا نیست؟ بیا. آیاز میگی چی کار داری یا نه؟ دیر وقته، باید برم. باشه بشینیم بعد. ببین فقط 10 دقیقه وقت داری یا؟ باشه قبوله. فیروزه شده تو زندگی یه وقتایی حس کنی یه چیزیت کمه و ناقصی؟ خیلی وقتا.
خب کامل شدن چی؟ به خاطر چیز میپرسم. ما با هم فرق داریم خب، اما با وجود فرقامون هنوز میتونیم با هم بمونیم. هیچ شکی نیست. فیروزه تو تیکه از وجود من شدی. بدون تو نمیتونم نفس بکشم. من میخوام این البته من خودم به شخصه میخوام تا آخر عمرم این ادامه پیدا بکنه. من به شخصه میخوام البته که تو هم اینو بخوای. میخوای؟ میخوام. مامان همین روزا با عروست آشنا میشی. عروستو میارم ببینی، عاشقش میشی مامان. مامان این مامان چه خبره؟ مامان اینجا چه خبره؟ مامان اینجا چه خبره؟ مامان فلیس چشه؟ فلیس چه شده؟ بیهوش. فلیس مامان اینجا چه خبره؟ چی شده؟ بگو چی شده؟ بابات اومد اینجا، فریز راش نداد تو خونه، آنم دیوانه شد، بهش حمله کرد. ایاس نتونستم جلوشو بگیم، زدش، بدجور کتکی زد، نتونستم نگهش دارم، بچه رو خفه کرد، داشت نفسش بهم میومد، صورتش کبود شد. الان چطوره؟ مامان فلیس چطوره؟ بچم داشت میمرد، به خاطر اون زدمش. داشت بچم باشه. من نکشتم. باشه چیکارش کردی؟ خواستم جلوشو بگیرم. چیکار کردی؟ من نکشتمش. بابا مامان مرده. بابا مرده. من نکشتمش، ببخش. باشه من الان به پلیس زنگ میذارم که نه ایاس خواهش میکنم بدش به من. مامان ایاس مبادا گردم بگیری. ایاس این گناه منه. مامان چطور اجازه بدم؟ اصلا جلو نیا، کار من مامان بود. من کشتمش، مجازاتش مال منه. ایاس گناهش مال منه. بعد از اونو همه سال کم زجر داد، کم اذیتت کرد. مامان چطور اجازه بدم؟ تو رو خدا بذارش کنار. نمیبینی چه باری رو دوشم داری میذاری مامان؟
ازت خواهش میکنم بدش به من مامان. آروم باش مامان، بده به من. مامان تو کی هستی؟ از طرف عمو آیاس اومدی؟ به نظرم از طرف اونی، چون فقط اون میدونه که بابونه دوست دارم. عمو آیاس کجاست؟ کجا داری میری؟ آیاس آیاس ببینیم کجایی. شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. بچه آیازو ندیدی؟ تو دیدیش؟ نه ندیدیم. ما هنوز ندیدیم. نه ندیدیمش. بچه آیازو ندیدی؟ نه هنوز ندیدیم. یه آدم چرا باید یه هوی غیرش بزنه؟ بدون خداحافظی، بدون اشک و آغوش، بدون گذاشتن یه نشونی، بدون بهونه کردن یه بحث کوچیک. از خودت کلی سوال به جا گذاشتی، جواب هیچ کدومم ندارم. همه چی رو ول کردی، مثل من همه چی رو ول کردی. ده بار صدات کردم نمیشنوی؟ با تو هم دختر. خدایا خودت به هم صبر بده. 2 ماه عقل و هوشش سر جاش نیست.
اون اشکا رو برای هر کی داری میریزی نمیارزه. این حرفم آویزه گوشت کن. به جای اشک ریختن برو اشک در بیار. اشکم میریزی برای اونی بریز که جواهر بندازه دور گردنت، اونی که بلد دلتو به دست بیاره. مامان خواهش میکنم. دارم درس زندگی بهت میدم. من سوختم، نمیخوام سرتو هم بیاد. منو نگاه کن، عمر مثل برق میگذره، رحمم سرش نمیشه. وقتی من راه میرفتم زمین زیر پاهم میلرزید، از پرپشتی موهام گیره ها میشکسته، چشم نظر میزدم به خودم، مرتب از وسط نصف میشد. فکر میکنی من اینجوری بودم؟ جوونیمو دادم رفت، به قیمت چی؟ به کی؟ حقم نبود تو خونه های شیک زندگی کنم؟ شیرو که باز کردم شرشر آب گرم بیاد؟ هلنگو دستم کنم برم خونه اینو؟ یه دونه سند نیست عکس من روش باشه. خلاصه این که یکم عاقل باش، خودتو بدبخت نکن. فیروزه یه قهوه برام بذار. نوش جونت بابا. بشین دخترم. دخترم این اشکایی که میریزی، این غمت، نمیدونم باعث بانیش که، اما اینو میدونم تو قلب منی بابا. کسی که تو رو مثل من دوست نداشته باشه زندگی بیرونش کن. گریه نکن دخترم، گریه نکن. اون روز بود که دیگه فیلش کردم، دیگه دنبال جواب نرفتم، ازش گذشتم، از عشق. برای آخرین بار گریه کردم، برای آخرین بار برای عشق گریه کردم. من یاشار پینار، جانشین سرکارگری هستم که 1 ماه پیش در پروژه ساختمانی دمیرکان مشغول به کار شد و هفته پیش فوت کرد.
آسانسور ساختمان را بررسی کرده متوجه شدم که موتورش مرتب دچار مشکل می شود. باری که با آن جابجا می کنند بیش از ظرفیتش بوده. بین طبقات لغزش دارد و اهرم‌های ترمزش نیز دچار استهلاک گشته. زندگی کارگران در خطر می باشد. خواهشمندم اقدامات لازم را انجام بدید تا از وقوع یک فاجعه بزرگ پیشگیری شود. فیروزه، بازم خوابت برد؟ این سفره چقدر باید بمونه؟ بیا جمع کن بعد برو. من نوکر شما نیستم. الوان، امروز حتما از مدرسه در میای. امروز یکم زود بیا. قربون دستت. یا اصلا نرو. خیلی غیبت داشتم مامان. من چی کار کنم؟ خونه 2 طبقه است، تا شب کارش تموم نمیشه. میدونی چند تا حموم داره؟ 4 تا. پدرم در میاد. تو برو مدرسه عزیزم. من بعد از کار خودمو میرسونم مامان. حمومم بذار برای من تمیز میکنم. وای کلفت دانشگاهی. مگه بار اولمه؟ مامان باهاشون حرف زدی یا نه؟ آره قربونت برم، من حرف زدم. آخر ماه یه راننده رو بیرون میکنن، بعد یه راست رو میگیرن به جاش. ایول. مگه تو الانش هم سر کار نیستی فاروق؟ چرا؟ این شرایطش بهتره. خب هم دروغ میگی هم خجالت نمیکشی ها؟ فکر کردی نمیدونم یه ماه سر کار نمیری؟ اخراج شده. چرا؟ باز دعوا کرده. چی کار میکنی یاشار؟ کله سری فال میگیری؟ دخترم یک کرم داشتی دستمو بهتر میکرد، میاری بزنم؟ چشم بابا. من بزنم؟ بزن بابا قربون دستت. نمیشه دستکش رو در نیاری بابا. 2 روز خوب میشه باز همین وضعیته. درسته اما عادت نکردم. اما گل به خاطر گل روی تو هم شده میپوشم. من رفتم. خسته نباشی. به سلامت بابا. یاشار، دیروز زن نجمی اومده بود، گفتم سرکارگر شدی. ببین یه پیشنهادایی بهم داد. قراره من بعد مثل شوهرش تو کارگرا رو به کار بگیری نه؟ جایگزین شمالی موقتیه. خب دیگه تو هم نونو بچسبون. ببین نجمی از هر کارگری که به کار میگرفت 10% خودش برمیداشت. خب 10% زیاد نیست. خیلی خوب میشه یاشار. خونه میگیریم، از این اجاره راحت میشیم. به چی زل زدی؟ تو به اونا پول میدی، نون شبشون از تو در میارن. روزی همه دست خداست، نبنده خدا. من فقط واسطه. بابا حالا هرچی، کمیسیون تو بگیر دیگه. ببین خونم خریدن. عالیه. من کی شده پول حروم بیارم تو این خونه؟ من حق هیچ کس رو بالا نمیکشم. خیلی خوب، تو بالا نکش. یه قرون در اومدمون نره بالا. منم از صبح تا شب کثافتای خونه مردم رو تمیز کنم، با این در و دیوارم بسازم، صاحب خونم نشی. یاشار کمرم ترق تروق میکنه. یه روز اینجوری دلا میمونم، بعد ببینم چی کار میکنی. خدایا صبر. تو چی میگی مرد؟ به من صبر بده. تام برو کنار. خدایا با امید تو. بابا جون. این چیه دخترم؟ بابا از طرف تو درباره آسانسور گزارش نوشتم، یه امضا کنی کافیه. دخترم من خودم با مدیر پروژه حرف میزنم، همه چی رو براش میگم. بابا خودت نگفتی به خاطر افت خاک اون یکی پروژه خراب شدن؟ بابا جون موقتی هم باشه مسئول پروژه تویی، مسئولیت اونجا با توئه. برای همین به نظرم اینو بگیر ببر خودت شخصا بده بهشون. اونا هم هر چی زودتر یه کاری میکنن دیگه. باشه حق با تو دخترم. من امرو میرم شرکت، اونم یه راست پیش صاحب خود شرکت. با کاغذبازی و دست به دست کردن کار ندارم. خواب و خوراکمو گرفته. اونا هم مثل من مسئول جون و مال کارگران دیگه. بابای من عشقه. عزیز دلم. اوستا صبح بخیر. بریم بابا جان. فیروزه دختر بیا این سفره رو جمع کن.
فقط 5 دقیقه باید ببینمشون. برای چی میخوایم ببینیشون؟ جریان به کارمون مربوط میشه. اما متاسفانه آقا ارتان شرکت نیستن. اگه مشکلی هست بگی ما کمکتون کنیم. مشکلی هست؟ نه ممنون. خوش اومدین آقا ارتان. صبح بخیر آقا ارتان. من یاشارم، مسئول پروژه ساختمون دمرکان. وضعیت آسانسور ساختمون خوب نیست. من مسئول تکنیک ساختمونم، خبر کردم، اومد چک کرد، اونم گفت سوار نشین. میدونین کار ساختمون پرخطره. خواستم تا خدای نکرده بلای سر کسی نیومده کاری که لازمه بکنی. اینم درخواست کتبی. مسئول پروژه کجاست؟ تو چرا به جاش حرف میزنی؟ من چرا با تو طرف صحبت شدم؟ نجمی فوت شده. مدیر پروژه هم رفته سر یه پروژه دیگه کمک کنه، مثل این که مشکلی پیش اومده. ممنونم. صبح بخیر آقا ارتان. با مدیر پروژه قرارداد فسخ بشه. در ضمن حساب پس بدن که چرا اختیار افتاده دست کارگر ساده. ارتان بدو، برای پشت بومه. باز چرا؟ خیلی میترسم ارتان، یه کاری بکن. زده به سرش. خیلی وقت بود اینطوری ندیده بودمش. سر ترک شدم. چه مرگشه؟ چیزی شده من نمیدونم. باز دوراشو نخورده؟ چه میدونم، اومده سراغ تو رو گرفته. گفتم بیا دوتای قهوه بخوریم، بعد با هم دیگه میریم بیرون. جواب نداد. بعد گوشیش زنگ زد، یهو دیدم غیب ایستاده. بعدش هم بچه اومدن گفتن خانم رفت پشت بوم. براک جون، شنیدم با من کار داشتی. جلو نیا. باشه اینجا جلو نمیام، اما حرف بزنیم. به داداشی بگو از چی ناراحتی. بگو مشکلم تویی. چرا اجازه نمیدی ازدواج کنی؟ همشونو ازم دور میکنی. یه سال تو دبی بود، قبل از اون آذربایجان، الانم گرجستان. نمیخوای ازدواج کنیم و خوشبخت بشیم؟ چرا؟ معذرت میخوام براک جون، خودم متوجه نشدم، اما جبران میکنم، باور کن. جبران میکنم براک. ما میخوایم خوشبخت بشیم. خیلی دوستش دارم خفه میشم. بدون اون خفه میشم، میمیرم. بذار ازدواج کنیم. اصلا به هم اعتماد داری؟ بهت قول میدم هیچ جا نمیره. ازدواج میکنین، بهت قول میدم. قول میدی؟ قول میدم. بیا پایین عزیزم، بیا، امروز تولدته. بیا خوشگلم، بیا پایین. آره بیا دستتو بده به من. ببین کلی کار داشتم، هنوز نهار نخوردم. میریم دم ساحل، یه چیزی میخوریم، از عروسیتون حرف میزنیم. لیست مهمونامون، لباس عروست. خب بیا عزیزم، دستتو بده به من. بیا جونم، بیا اصلا دستتو بده. آفرین، بیا اینجا.
بسپر به من، نترس، به من اعتماد کن. خاک تو سرت. چیزی که میتونستی با افتخار ببری خونه کاپ قهرمانی بود، نه این یه خجالته. بدش من ببینم. نه آرتان حماقت نکن، گفتم بدش به من. وگر نمیخوای چی کار کنی؟ گفتم اونو بدش به من آرتان. نمیدم. بدش به من. گفتم بدش به من پسر. بدش کن آرتان، بدش به من. لشبازی نکن، بدش به من. بابا گفتم بدش کن. تو بدش کن. بدش کن آرتان. بابا. براک براک بابا براک سب کن، نجاتت میدم، قول میدم، نگران نباش، سب کن سب کن. گریه نکن عزیزم، الان نجاتت میدم، نجاتت میدم، کمک کنی.